پیدا کردن یک چیزی که قبلا وجود نداشته او خلق کردن مخصوص الله سبحانه و تعالی است. پس اگر مقصد انسانی باشه که ما میگیم که الله خالق است، معنای چی است؟ که الله ذاتی است که او، ببینید بسیاری وقتا مشکل که بر مردم پیدا میشه در همین نقطه پیدا میشه. یکی معنای خلق دو معنا گفتیم داره. معنای اولش چی است؟ که هیچ وجود نداشته با زور از هیچ پیدا کردن. و دوم معنای چی است که علما میگن معنای دوم چی است؟ تحویل الشیء من صورت الی اخرى، تغییر دادن یک چیز از یک شکل به شکل دیگر. اون را هم میتونی خلق استعمال کنی. مثلا میگیم که نجار این میز را خلق نمود. عرب ها میگه خلقه النجار هذه المنضده، این میز نجار ساخت. آل ساختن میز نجار با ساختن درخت الله چی فرق داره؟ الله این درخت قبلا هیچ مثال ازی وجود نداشته، الله این خلق کرده، او خالق است. نجار چی کرده؟ نجار امو چیزی که الله او را خلق کرده او را از یک شکل به شکل دیگه تبدیل میکنه. مثلا قبلا درخت بود، از درخت چی جور کرد؟ میز جور کرد. چوب برش دادیم، توتا چوب است، نجار میره ایره پارچه پارچه میکنه، از او دیگه وسایل میسازه. پس نجار خلق به معنای تغییر یک چیز از یک شکل به شکل دیگه است. اینال وقتی که در آیات قرآن استعمال شده، انسان موحد و یکتاپرست این دو معنا را میفهمه. وقتی ما میگیم که الله خالق است، پس خلق کردن الله به این معنا هست که اصلا وجود نداشته، او را الله با قدرت خود خلق کرده. و خلق کردن نجار یا انسان چی هست؟ که انسان یک چیز موجود تبدیل میکنه، تغییر میده از یک شکل به شکل دیگه. گلکار چی میکنه؟ خشت خاک که تا آب گرد میکنه از او خشت میسازه. پس این از هیچ خشت نساخته، بلکه اونجا قبلا خاک وجود داشته و آب وجود داشته او را ساخت. یا ادیسن برق از هیچ پیدا نکرده، اونجا آب وجود داشته، در بین برق امکانات گرفتن، در آب امکانات گرفتن برق است، پس از آب برق گرفت. کسی که تیل اختراع کرده او از هیچ پیدا نکرده، به خاطر که تیل در زیر زمین وجود داره. این فقط اما قدر وسایل پیدا کرده که چه قسم این تیل از زیر زمین پیدا کردن و چه قسم این کشیده. خود تیل وجود داره. مثلا یا دیگه فلزاتی که هست وجود دارن، این فقط کشف کرده. این کشف کردن یا خلق کردن انسان به این معناست که یک چیز موجوده تغییر میده. مثلا زرگر میگه ولی این زرگر بسیار خوب خلاقیت داره. چی معنی خلاقیت از او؟ یعنی خوب میتونه که از طلای خشت یک زیور زیبا بسازه. پس این تغییر دادن یک چیز از یک شکل به شکل دیگر این مربوط به مخلوقات میشه. چون مخلوق در عالم اسباب مقید است، پس او سبب موجود است، وسیله موجود است، این فقط شکلش تغییر میده. اما خالق متعال خلق از او چه قسم است؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، نیازی به قبل از او نداره.